خسته شدی از اینکه همیشه یه صدای لعنتی توی سرت میگه تو نمیتونی؟ هر بار که یه فرصت میاد با یه لحظه تردید همه چی رو خراب میکنی؟ زندگی بقیه رو که میبینی به جای انگیزه یه حس عمیق تو دلت میپیچه، یه غم، یه حس عقب افتادن، یه حس بیارزشی. شده حس کنی یه چیزی ته دلت همیشه داره پایینت میکشه. این ویدیو فقط یه سری جمله قشنگ نیست، این یه راهه، یه نوع تمرینه، یه شروع جدی برای ساختن دوباره ذهن خودته. اگه واقعا آماده ای که خودتو از نو بنویسی، بمون. اینجا قراره یه چیز واقعی اتفاق بیفته. هیچ وقت قدرت کلماتو دست کم نگیر. نگو اگه این جمله رو با خودم بگم چی میشه. اتفاقی نمیفته. همه چیز با گفتن شروع میشه. همونطوری که با بقیه از طریق کلماتی که تو قالب فکر سر زبونت میاد ارتباط برقرار میکنی و روی اونا تأثیر مستقیم میذاری، با وجود خودت هم همین کارو میکنی. اگه فقط یه ماه اینو تمرین کنی، خودت میبینی که چقدر تغییرات مثبت توی وجودت شکل میگیره. اما سوال اصلی، چطور باید ذهنمون رو اینطوری آموزش بدیم؟ چطور باید تسلیم نشیم؟ اینو بهت قول میدم که همین امروز حرف زدن تو میتونه گذشته‌تو پاک کنه. واقعیت اینه که توی وجود همه ما یه حس منفی پنهونه که حتی با اینکه میخوایم رهاش کنیم اما نمیتونیم. شاید عصبانیت باشه، شاید نفرت از خودمون یا از دیگران باشه. این احساسات نمیذارن توی زندگی جلو بریم. برای سالها انرژی ما رو اسیر خودشون میکنن، نمیذارن از زندگی لذت ببریم و اگه یه جایی اونا رو رها نکنیم، نه خودمون جلو میریم، نه عزیزامون خوشحال میشن، نه وقتی به هدفمون میرسیم حس خوشبختی میکنیم. الان وقتشه برای خودمون وقت بذاریم و از امروز قدمی برای شفا برداریم. چون وقتی خودمون شفا پیدا کنیم، هم زندگیمون تغییر میکنه و هم میتونیم به شفا دادن اطرافیانمونم کمک کنیم. مشکلات همیشه توی زندگی هستن. حتی شرایطی پیش میاد که حس میکنی هیچ چیز دست خودت نیست. اما اگه بتونی ذهنتو رام کنی، اگه بتونی کنترلش کنی، متوجه میشی که هر چقدر هم سختی بیاد، یه چیزی توی وجودته که میگه باید ادامه بدم، باید انجامش بدم. اما چطور ذهنمون رو اینطوری تربیت کنیم؟ اول از همه تسلیم نشو. ما میتونیم اون اعتماد و اطمینان درونی رو پیدا کنیم، یه حس درونی که بهمون بگه نه، این بار من شکست نمیخورم. و اینجاست که جملات تأکیدی به کارت میاد. جملات تأکیدی عبارتهای قدرتمندی هن. کلماتی که واقعا میتونن انرژی ما رو جابجا کنن. من خودم یه زمانی توی زندگیم بود که خیلی چیزا رو درک میکردم. میدونستم که میتونم و میدونستم که باید بتونم. و وقتی این ابزارا رو تمرین میکردم، نتیجهش خوب بود. اما یه جاهایی پیش میومد که با اینکه همه چی رو میدونستم، نمیتونستم اصلا اون رو واقعا توی زندگی اجرا کنم. میدونید دلیلش چی بود؟ چون ثبات نداشتم. یه روز اوضاع خوب بود، انرژیم بالا بود، ولی بعدش یه دوره اصلا افت میومد سراغم. حالا هوام خراب میشد، ذهنم درگیر میشد، همه چی انگار از نو خراب میشد و همون موقع بازم با خودم میگفتم باز دوباره باید از اول شروع کنم. برای اینکه این چرخه تکراری رو بشکنی، یه کاری هست که باید به صورت منظم انجامش بدی. اونم تکرار روزانه جملات تأکیدیه. چون اگه جلوش رو نگیری، ذهن ناخودآگاهت با باورها و محدودیت‌های قدیمیش دوباره خرابکاری میکنه. کل زندگیمون تحت سلطه ناخودآگاهمونه. اینو بارها و بارها گفتم. مثلا یه تصمیم مثبت واسه خودت میگیری، میخوای یه اقدام مهمی رو انجام بدی، اما یه دفعه یه صدای درونی بهت میگه نه، این خیلی بزرگه واسه من نمیتونم. این فکر وقتی میاد انقدر قوی میشه که حتی اگه بخوای دیگه نمیتونی اون کار رو برای خودت انجام بدی. اقدام نمی کنی. فرصتم از دست میره. بعضی وقتا فاصله ما با موفقیت
همین یه اقدامه، همین اقدام کردن به موقع، و همینم باعث میشه که ذهنمون کم کم منفی نگر بشه. حالا چطور از این طرز فکر منفی بیرون بیاییم؟ هر وقت صبح یا شب یه وقتی پیدا میکنی، کافیه که چند دقیقه تو سکوت بشینی و چند فکر مثبت رو وارد ذهنت کنی. سکوت یه ابزاری بدون هزینه و خیلی هم قدرتمنده که میتونه روی سرنوشتمون واقعا اثر بذاره. توی این ویدیو خیلی سعی کردم بهتون توضیح بدم سکوت چه نعمت بزرگیه. اگه ندیدینش حتما پیشنهاد میکنم که اونو ببینید. اما سوال مهم اینه که مدل فکر کردنمون چطوری باید باشه؟ چون خیلی وقتا خیال پردازیامون خودشون منفیان، واسه همین خیلی‌ها میگن ما داریم از این تاکیدات مثبت استفاده میکنیم، بارها و بارها تکرارش میکنیم، ولی احساس میکنیم فایده‌ای نداره. اولین کاری که باید بکنی اینه که بررسی کنی آیا واقعاً داری جمله درستی استفاده میکنی؟ خیلی از تاکیدات عمومی اینا هستن: امروز یه روز خیلی خوبیه، من حمایت میشم، من زیبا هستم، من توی همه کارام موفق میشم. جمله های قشنگی انا، قدرتمندم هستن، ولی شاید با تو خیلی هم ارتعاش نباشن. میدونی دلیلش چیه؟ چون شاید مشکل تو یه چیز دیگه است. شاید تو نگران پولی که نمیدونی از کجا قراره این پول بیاد، یا یه نفر توی زندگیته که مدام حس بد بهت میده، یا شاید از دست کسی انقدر عصبانی هستی که دیگه نمیتونی اصلا روزمرت رو درست زندگی کنی. پس اگه بیایی و این مشکلات رو نادیده بگیری و فقط بری سراغ جمله های کلی و قشنگ، خب خیلی تأثیر نمیگیری. پس قدم اول اینه که بررسی کنی لیستی که برای تأکیداتت نوشتی درست و واقعی هست یا نه. اگه نداری با خودت بشین در سکوت و لیست واقعیت رو بنویس. اول از همه یک کار خیلی ساده: کلی نگر نباش، دقیق شو. ببین بیشتر روز چه فکرای منفی به سرت میزنن، اونا رو لیست کن. بعد هر فکر منفی رو برعکس کن و نسخه مثبتش رو بنویس. حالا اون 10 تا 15 جمله‌ای که بیشتر از بقیه تو ذهنت میان، همونا رو بذار به عنوان تأکیدات روزانت و هر صبح همون موقعی که بیدار میشی اینا رو تکرارشون کن. اما اگه واقعا میخوای تأکیدات تأثیر بذارن و برات به یه تمرین قدرتمندم تبدیل بشن، باید این کار رو توی سکوت انجام بدی. شون توی فضای آروم. هر اسمی هم که میخوای روش بذار: مدیتیشن، سکوت، خلوت، هرچی. وقتی لازمه که یه ذره آروم بشی، وقتی بدنت احساس آرامش میکنه، تنشا از بین میرن و بدنت هم شروع میکنه به کار کردن توی بهترین حالت ممکنت. حالا که بدنت آرومه، ذهنت هم کم کم آروم میشه. فکرها کنتر میان و هرچی فکرها کنتر بشن، اطمینانت هم بیشتر میشه که همه چیز قرار درست بشه. تو وقتی این جملات تأکیدی و با خودت میگی و تکرارشون میکنی، یه جای درونت حس میکنی آره واقعا میتونم تغییر کنم. اما اگه اصلا امیدی نباشه، حتی اگه قشنگترین جمله ها رو هم بگی، هیچ تأثیری نمیذاره. حالا اگه جز اون دسته آدمایی هستی که معمولاً خودش رو بروز نمیده، احساساتش رو تو خودش نگه میداره، اون موقع لازمه که تأکیداتتو با صدای بلندتر تکرار کنی. اون قدری بلند که خودت صدای خودتو بشنوی. وقتی این تأکیداتو توی یه حالت آروم و پذیرنده از نظر ذهن و بدن تکرار میکنی، تمرکزت خیلی بیشتر میشه. یادت نره که چند نفس عمیقم وسط اینا بکشی. این باعث میشه که ذهن و بدنت با همدیگه هماهنگ بمونن. تو یه هدف داری، میخوای این تغییرات رو واقعا توی زندگیت بیاری و وقتی هم که این تأکیدات رو هر روز تکرارشون کنی، فرکانست هم به سمت همون حرکت میره. خب اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره. همین جمله ها رو شب قبل خواب هم تکرار کن، اما بهتره تو حالت درازکش تکرارشون کنی، چون شب بدنت از قبل وارد یه حالت آرامش شده و وقتی تو اون حالت آروم هستی و تأکیداتت رو میگی، ذهن ناخودآگاهت خیلی راحت تر قبولشون میکنه. پس همزمان که آرومتر میشی و به خواب داری میری،
ذهن ناخودآگاهت شروع میکنه به برنامه‌ریزی مجدد با همین جمله هایی که میگی. خیلی مهمه آخرین افکار روزت قبل خواب چی باشه. وقتی اینطوری شروع کنی به حرف زدن، شانس اینکه اتفاقات معجزه‌آسا داره برات شروع میشه خیلی بیشتر میشه. اما از کجا بفهمیم که تأکیداتمون اثر دارن یا دارن اثر میذارن؟ 3 نشونه هست که نشون میده این تأکیدات دارن اثر میذارن یا نه. اولیش، بیقراریت کم میشه. اون آشفتگی درونی کم کم آروم میگیره. دومیش، اعتماد به نفست میره بالا. شروع میکنی به اقدام کردن، تلاش کردن، پیش رفتن کارهایی که قبلا حتی اصلا نمیتونستی انجام بدی. و سومی، آدمای اطرافت شروع میکنن به بازتاب دادن این تغییرات. رفتارشون، نوع برخوردشون باعث میشه خودت هم حس کنی نگاهت به زندگی داره مثبت‌تر میشه. حتما به این 3 نکته توجه کن. اگه هیچ کدوم از اینا رو احساس نمی کنی، شاید تأکیداتت هنوز اونطور که باید اثر نمیذارن، یا همونطوری که گفتم باهات هم فرکانس نیستن. اگه میخوای قدرت تأکیدات ذهنیت رو واقعا تجربه کنی، باید بدونی که بزرگترین مانع چیه. مثلا مشکل بزرگی داری و با خودت میگی واقعا نمیدونم چی کار کنم، مغزم دیگه اصلا کشش نداره. وقتی توی ذهنت هرج و مرج و شلوغی وجود داره، راه حل پیدا نمی کنی. نمیفهمی باید چه تصمیمی بگیری. اونجاست که باید یه جمله بسازی که تو رو از این وضعیت بیرون بیاره. مثلا مشکل مالی داری. شاید بدهیات زیاد شده و دایم نگرانی که چطور جبران کنم؟ چطور پرداختش کنم؟ توی این شرایط میتونی یه جمله تأکیدی بسازی مثل من همیشه به اندازه کافی پول دارم و پول تو زمان مناسب وارد زندگی میشه. ببین، این جمله تأکیدی همون پاسخیه به مشکلی که نگرانش بودی. حالا کاری که باید بکنی اینه که همین جمله رو هر روز تا جایی که میتونی تکرار کنی. در واقع اگه برات ممکنه شروع کن به نوشتنش، چون جملات تأکیدی وقتی که نوشته میشن چند برابر قدرتمند میشن و اثر میذارن. به خصوص وقتی که یه مشکل بزرگ سر راهته. واسه همون مشکل یه جمله تأکیدی مخصوصش رو بساز و اون رو هر روز چند بار بنویس. مثلا فقط 10 تا 15 دقیقه 2 بار تو روز بنویسش. میبینی که یه حس اعتماد عمیق داره توی وجودت شکل میگیره. باور کن خیلیا بودن که وقتی شروع کردن به تکرار تأکیدات درست و با احساس گفتنشون، معجزه ها توی زندگیشون اتفاق افتاده. چون انرژیشون تغییر کرده. رسیدن به یه فرکانس جدید، فرکانسی که باعث میشه کمک ها، حمایت ها، فرصت ها درست تو زمان مناسب بیان سراغشون. حالا اگه نمیدونی باید چه تأکیداتی رو بگی، من یه لیست از جمله های تأکیدی رو برات درست کردم که میتونه شروع خیلی خوبی باشه. حتما این جمله ها رو یادداشت کن و اگه دیدی که باهاشون ارتباط میگیری، چند بار دیگه ببین و بعد شروع کن به گفتن همین جمله ها. جهان در هر شرایطی داره از من حمایت میکنه. من تو هر کاری که انجام میدم موفق میشم. من خودم خیلی زیاد دوست دارم. آدما منو ارزشمند میدونن، به هم احترام میذارن و حمایتم میکنن. من افکار خوب دارم، با احساس خوب کارهای خوب انجام میدم. در هر کاری که توی زندگیم انجام میدم حضور خدا رو احساس میکنم. من روزم رو با آرامش و وضوح ذهنی طی میکنم. هر وقت تصمیم میگیرم کاری انجام بدم، به موقع حمایت لازم رو دریافت میکنم. زندگی من پر از شادی، آرامش، ثروت و اعتماد به نفسه. آدمایی که دور من هستن منو تشویق میکنن، انگیزه میدن و به هم الهام میدن که کارهای خوبی انجام بدم. یه سری تأکیدات اضافه دیگه هم هستن که ممکنه دقیقاً با تو ارتباط بگیرن و اصلا کمکت کنن که مشکلات توی زندگی حل بشن. مثلا فقط اتفاقات خوب برای من میافتن. افکار خوب منو توی انرژی مثبت نگه میدارن و تجربیات خوبی رو وارد زندگی میکنن. من و خانواده‌ام در امنیت کاملیم.
مردم همیشه با نیت خوب درباره من فکر میکنن و حرف میزنن. اگه این جمله ها رو تکرار کنی یا حتی اگه فقط یکی دو تاشون بتونه مشکل تو حل کنه، کم کم حس مثبتی توی وجودت به وجود میاد و یه چیز دیگر رو هم حس میکنی. اون چیه؟ اینه که تو تنها نیستی. قدرت خدا، قدرت جهان هستی همشون همراهته. کلام تو سرنوشتت رو میسازه. حتی اگه گذشتت پر از اشتباهی یا سختی بوده، کلام امروزت قدرت پاک کردن اونها رو داره. پس هیچ وقت قدرت کلمه رو دست کم نگیر. نگو اگه بگم چی میشه، چون همه چی با گفتن شروع میشه. هر حرف مثبتی که بزنی شروع میکنه به آوردن اتفاقات خوب توی زندگیت. اگه یه وقتایی سردرگم شدی و ندونستی که باید چی کار کنی، فقط سکوت کن و توی خلوتت بشین. حتی اگه باعث بشه کل اون روز هیچی نگی. قبل خواب فقط یه جمله ساده به خودت بگو: خدا داره منو راهنمایی میکنه. و ببین چطور جواب خودش رو نشون میده. اینه قدرت کلمات و جملات تأکیدی. در واقع اگه همین کلمات مثبت رو جلوی یه لیوان آب تکرار کنی، بعد اون آبو بخوری، توی کمتر از یه ماه اثرات مثبتش رو حس میکنی. میدونی چرا؟ چون علم امروز به همون نشون داده که حتی ساختار مولکولی آبم با انرژی تغییر میکنه. آبم میتونه انرژی تو رو جذب کنه. پس فکر کن آدمایی که دور و برتن دارن چقدر از انرژی تو رو جذب میکنن. آبی که میخوری توی بدنت تبدیل میشه به خون و همونطور که خون داره ساخته میشه، مغزت هم به همون شکل کار میکنه. از همون جاست که افکارت شکل میگیرن. هر جایی که میری، هر زمانی که با خانوادت داری طی میکنی، اونا هم دارن بخشی از انرژی تو رو جذب میکنن. حالا تصور کن اگه یاد بگیری با این جملات تأکیدی مثبت و حسای خوب انرژی تو بازم مثبت نگه داری، اون وقته که میبینی چقدر داری به اطرافیانت هم کمک میکنی. حتی میتونی توی حل مشکلات اونا هم یه اهرم کمک کننده باشی، چون انرژی که از خودت داری ساطع میکنی فقط با حضور داشتن کنار تو بهشون احساس آرامش و راه حل میده. الهام میگیرن ازت و بهتر عمل میکنن توی زندگیشون. پس بیا قدرت جملات تأکیدی رو با همه وجودت تجربه کن. یه لیست واسه خودت بنویس و از این ابزارهای فوق‌العاده‌ای که باهات به اشتراک گذاشتم الان استفاده کن و خودت ببین که وقتی تصمیم میگیری مثبت فکر کنی و با انضباط شخصی روی خودت کار کنی، چه معجزه ها و اتفاقات اصلا قشنگی توی زندگیت ظاهر میشن. ما میتونیم با همدیگه الهام بخش همدیگه باشیم. اگه دوست داری روزتو با هم ارتعاشی خواسته ها شروع کنی، این ویدیو مخصوص توه. حتما ببینش.